سلام بچه ها، من امیرعلی هستم. امروز اومدیم با هم آموزش نشونه‌گیری با تفنگبادی که بهتون قولشو داده بودم و امروز با هم یه هدف هم میزنیم عشق کنیم. بچه ها این تفنگبادی منه، تفنگبادی چینیه و زیاد قدرت نداره، ولی برای پرنده زدن من که کاری نمیخوام کنم، فقط میخوام نشونه باش بزنم، یه دو سه تا گنجیش بزنم گاهی وقتی. و بچه ها اون هدفی هم که میبینید همون در بطریه، امروز اون رو با هم میزنیم از فاصله 10 متری. خب بچه ها، الان بهتون میخوام نشون بدم که چجوری نشونه گیری کنیم. نگاه کنید، این همین که انگار میخه که فکر کنم بهش میگم مگسک، باید بیاد بین شکاف درجه قرار بگیره و با این یک راستا بشه، توی یک خط بیستن و با این توی یک خط بیستن. خب بعد این که توی یک خط ایستاد باید بیاد رو هدف قرار بگیره. مثلا اگه در بطری اینه، باید این که با یک راستا شد بیاد دقیقا وسط در بطری قرار بگیره. و بچه تفنگبادی من 5.5 هستش و بچه خیلی دقت کنید موقعی که میخواین تیر بگیرین. یکی که تیر شاب اصلا نگیرین، دو اینکه تیر جترو فکر کنم خوب باشه که خارجی تیره و من خودم یه تیر ایرانی میگیرم، اسم تیرم ماراله، اونم خیلی خوبه، تیر مارال. 5.5 هستش تفنگبادی من و این درجهش هم بچه‌ها نگاه کنید، اگه اولین بار که تفنگبادی میگیرین درجهشو باید تنظیم کنین. باید اول یه نقطه بذارین، بعد هی بهش تیر بزنین. مثلا اگه نقطه اینجاست، بعد تیر میخوره اینجا، مثلا اینقدر فاصله شه، باید همونقدر فاصله بیاری بالا، بیاری رو نقطه که بعد که دوباره میزنی بخوره وسط. الان اون در بطریه رو با هم بزنیم.